مسئله محدود نمودن درس اخلاق و معرفت در مؤسسه‌های تعلیمی قلمرو ولایت اخیراً در بین اهالی و شبکه‌های اجتماعی بحث گسترده را به میان آورده. با مقصد این بعد پیاده سازی تعلیم این فن، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف با مسئولین شعبه عاید به کارهای دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت، کنسول منطقوی، شورای تعلیمات طریقه اسماعیلیه و دیرکتور انستیتوت علم‌های گومانیتاری اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان در ولایت ملاقات نمود. گفته شد که شروع از سالهای 90 عصر گذشته در اساس اجازتنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، اینچنین کمیته دینی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعلیم فنی اخلاق و معرفت در مؤسسه‌های تعلیمی قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان رسما اجازت داده شده بود. با گذشت ایام با در نظر داشت رایج بودن تعلیمات دنیوی در مؤسسه‌های تعلیمی دولتی و زیاد شدن شماره کودکان دیگر منطقه‌های کشور در مکتب‌های ولایت به خصوص در شهر خاروخ، اینچنین کمچینی وقت، ساعت‌های درسی و صنفخانه‌ها و دیگر مشکلات‌های دینی جهان امروز تعلیم این درس موقتا باز داشته شده است. رئیس ولایت بعد تجربه تعلیم این فن در کل مملکت‌هایی که در آنجا جماعت اسماعیلیه اقامت دارد و کودکان فراگیر این تعلیم هستند اشاره نموده یک چند شکل تعلیم این فن را پیشنهاد نمود. بعد همه طرفه سنجیدن پهلوهای شکل‌های پیشنهاد شده، شرکت داران ملاقات از مکتب برآوردن این فن را تقاضای زمان دانسته در سطح محل، جماعتخانه‌ها، خانه‌ها، بناهای شخصی تشکیل آن برای کودکان و والدین را به مقصد موافق شماریدند. مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت و اطراف به موافقه رسیدند که مسئله را همه طرفه و مختار حجت‌های ضروری را آماده ساخته به مقامات بالایی برای موافقه پیشنهاد می‌کنند. تصمیم گرفته شد که عهده‌دارهای هر دو طرف باید خیلی روشن واضح معین کرده شود. طرف‌ها از آن اظهار قناعتمندی نمودند که امروز در تاجیکستان صاحب استقلال همه ساکنان سعادتمند آن در انتخاب و شرکت خود در هر گونه دین و مذهب آزاد هستند و شخصا اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آن را در زیر توجه خود قرار دادند و کفیل آزادی وجدان محسوب هستند. شکرانه این سیاست است که امروز جماعت اسماعیلیه از همه حقوقهای خود برخوردار بوده با همه مسلمانان و پیروان دینهای دیگر در مملکت برابر و دوستانه کار و زندگی دارند. کل سیاستمداران و دینشناسان دنیا در این جاده به تاجیکستان و سروری آن بهای بلند داده آن را ثروت بی‌بها و کفیل اساسی وحدت ملی و رشد کشور نام بردند. امید می رود که روزهای نزدیک کارشناسان مقامات دولتی و نمایندگان تعلیمات مذهبی مدل نو را کار کرده تعلیم این فن را که عاری از همه این نمودهای خرافات می باشد باز از نو راه اندازی خواهند کرد.